الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. برادران عزیز، حضار بسیار عزیز و ارجمند، در آستانه ماه محرم قرار گرفته ایم که ابتدای سال جدید هست و در همین ابتدای سال در اول محرم هم مناسبتش هم شهادت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هست. حسب دستور بنابراین شد که در این هفته مختصری از سیرت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفته بشود و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، ذکر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در مجالس، در محافل، حضرت حسن بصری می‌فرمایند در مجلسی یا در خانه‌ای یا در جایی که ذکر حضرت عمر بشود، یاد حضرت عمر بشود، اون خانه روشن می شود، تزئین می شود. لذا مسلمانان با نام عمر خانه های خودتان را تزئین بکنید. و حتی بعضی از بزرگان ما این مشوره را دادند که اگر کسی دو سه تا فرزند خدای عزوجل بهش داد، نام یکی از فرزندان خودش را فاروق یا عمر بگذارد. و بزرگان به این اهتمام کردند، محبتی که با حضرت عمر رضی الله تعالی عنه داشتند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در اول ماه محرم به شهادت رسیدند. گرچه ماه مبارک محرم مناسبت های دیگری دارد، ولی یکی از مناسبت هایش هم همین هست که شهادت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در همین ماه شد، اول همین ماه بود. بعضی از بزرگان نوشتند، در تاریخ نوشته شده که حضرت عمر از سفر حج برگشتند. وقتی به حج رفتن، چیزهایی را که باید ببینن دیدن، مشاهده کردن. از حج وقتی برگشتن به مدینه منوره رسیدن. خب محرم بعد از حج است. قبل از محرم به عنوان امیر المؤمنین، به عنوان کسی که بر نصف دنیا حکومت میکرد، قیصر و کسری فتح شده بودند. خزائن اونها آمده بود، رسیده بود، به دست مسلمان ها رسیده بود. خزائن دنیا به طرف مدینه بار زده شد می آمد، چون فتوحات یکی بعد از دیگری در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بود. خزائن کسری و قیصر، خزائن و سرمایه انوشیروان و پرویز و خزائن رومة الکبری همه به طرف مدینه بار زده شده بودند و فرستاده می شدند.
همه داشتن به طرف مدینه گسیل داده می شدن. طلاهای ایرانی ها، فرشهای پیشرفته و مدرن ایرانی ها به طرف مدینه منوره داشتن آورده می شدن. ایران فتح شد، فارس فتح شد. 50 کشور دنیا در زیر حکومت اسلامی در زمان حضرت عمر در آمد و عمر بر 50 حکومت دنیا حکومت میکرد. بر 1/3 دنیا یا بر نصف دنیا حضرت عمر داشت حکومت میکرد. 50 کشور حرف معمولی نیست. اون وقتی که نه تلفنی بوده و نه تلگرامی و نه واتساپی و نه اینترنتی، حضرت عمر بر تمام جا عدالت حضرت عمر مشهود بود، دیده میشد و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بر تمام دنیا، یعنی بر نصف دنیا یا 1/3 دنیا داشتن حکومت میکردن. آمدن به مدینه منوره. وقتی به مدینه منوره رسیدن دست به دعا بلند کردن، گفتن بار الها ضعیف شده بدنم، اون عمر قبلی نیستم، بدن من ضعیف شده، حکومتم به سرحد چین و اسپانیا رسیده است، به اندلس و به سرحدات چین، از غرب به اندلس و از شرق به چین رسیده. 50 کشور در زیر پرچم اسلام در آمدن و حاکم فقط یک نفری هست به نام حضرت عمر. حضرت عمر بعد از حج این دعا را کردن: بار الها مسئولیت من زیاد شده، اعضای بدن من ضعیف شده، رعیت زیاد شده، مردمی که تحت سیطره حکومت من در بیان زیاد شده اند، نمیتوانم بر مسئولیتم آنطوری که باید و شاید هست، نمیتوانم بر مسئولیت خودم عمل بکنم. من میخواهم که من را به درگاه خودت، به محضر خودت بخوای. اینجا بود که زمینه افراد که میتوان گفت که دو گروه، عجمی ها و مجوسی ها با هم دیگر طراحی برنامه شهادت حضرت عمر را رقم زدند. حضرت عمر صبح برای نماز آمد و ابواللؤلؤ مجوسی در صف اول قرار گرفت و از پشت خنجر را بر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وارد کردند. 3 روز بعد حضرت عمر شهید شدند. بعد از اون که شمشیر را زد، حضرت عبدالرحمن ابن عوف صحابی رسول الله جلو شدن، نماز دادند و ابواللؤلؤ بیرون مقاومت کرد اما نشد، خودکشی کرد و به هلاکت رسید. حضرت عمر بعد از 3 روز به شهادت رسید. اما زندگی حضرت عمر و مختصر ماجرایی که در این 3 روز رخ داد درس هستند برای ما مسلمان ها. وقتی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان شد، همه شما اسلام حضرت عمر را می دانید که چگونه مسلمان شد. پیغمبر دعا کرد مسلمان شد و قدرت اسلام چندین برابر بیشتر شد. نمیخوام در جزئیات اونها برم. امروز میخوام مختصر چیزی را خدمت دوستان بگم که برای من و شما الگو باشد. من و شما بفهمیم که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بعد از عمر، بعد از شهادت عمر، بعد از رفتن عمر دیگه مسلمان ها چنین شخصیتی را به چشم ندیدند. تاریخ نویسانی که مسلمان نیستند می نویسند که اگر یک عمری دیگر مثل همین عمر در دنیا پیدا می شد، دیگه نسلی از کفر در دنیا باقی نمی ماند، همه مسلمان می شدن. اما عمر از آن چیزی که حاکم وقت بود، امیر المؤمنین بود، بر 50 کشور دنیا حکومت می کرد و فتوحات اکثریت در زمان این بزرگوار بودند.
کسر و کسرا ابرقدرت های دنیا را بینیشان را به خاک مالید، ولی در مدینه منوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روزانه بر همین فرشهای معمولی که در مسجد النبی بودند بر همینا می نشست و حکومت می کرد و شبها گشت زنی در کوچه ها و خیابان های مدینه کرد. گفتن ای عمر ولی جسمک ولی نفسک علیک حق، نفس بر تو حق داره، روزها بیداری شبها داری گشت میکنی، چه وقتی استراحت میکنی؟ ولی نفسک علیک حق، نفس تو بر تو حق داره، بدن تو جسم تو بر تو حق داره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمودند که خیلی ها برای عدالت عمری اشاره فرمودن منتظر این هستند که من بیدار هستم. پیغمبر خدا علیه السلام درباره سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه فرمودند که ابوبکر و عمر را فرمودند که این هر دو مثال زدند. ابوبکر را گفتند شما مثل حضرت ابراهیم هستید و عمر شما مثل حضرت نوح هستید. ابوبکر شما مثل حضرت عیسی هستید و عمر شما مثل حضرت موسی هستید. پیغمبر به مسجد النبی تشریف آوردن. وقتی وارد مسجد النبی از درب وارد شدن، قسمت راستش ابوبکر بود، قسمت چپش عمر بود. گفتن روز قیامت همین طور بلند میشه. کسانی که مشرف به حج شده اند، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه الان کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم استراحت میکند و کنار حضرت ابوبکر استراحت میکند. اونجا فقط جای دو قبر بود که حضرت ابوبکر دفن شدن، بعد حضرت عمر دفن شدن. گرچه حضرت عایشه میگوید من آرزو داشتم که کنار شوهرم و پدرم دفن بشم. اما دوستان و عزیزان محترم، حضرت عمر وقتی زمام خلافت را به عهده گرفت، شورای مشورتی صحابه با هم دیگر نشستن، مشوره کردند که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باید در زندگی خودش تغییر بیاورد. اون حالتی که قبل داره الان نباید داشته باشد. مقامات عالی از کشورهای مختلف دنیا برای ملاقاتش میان، لباسش تغییر بکنه، لباس خوب، غذای خوب و خانه خوب داشته باشد. صحابه با همدیگر مشوره کردند که یکی خدمت حضرت عمر برسد و از حضرت عمر بخواهد کسی چیز را در زندگیت ما برای شما تهیه میکنیم، بیت المال برای شما تهیه میکند، گرچه از دیدگاه شر اشکالی نداره، خانه خوب، غذای خوب و لباس خوب. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی این سه چیز را برای حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفتن، حضرت علی فرمودن من نمیتوانم به حضرت عمر چیزی بگم. از عادت و خوی حضرت عمر میدانست که تربیت یافته مکتب رسول الله، نمیشه این چه چیز رو بهش مشوره داد. کسی هست که باش صحبت بکنه؟ گفتن حضرت حفصه دختر حضرت عمر، ام المؤمنین، مادر مؤمنین، و حضرت عایشه ام المؤمنین، این دو بزرگوار خدمت برسن صحبت بکنن که اگر چیزی گفت نمیتونه اینها را تنبیه بکنه. صحابه میترسیدن که اگر چنین چیزی بگیم با تنبیه حضرت عمر مواجه نشویم. حضرت حفصه رفت، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنهما، هر دو بزرگوار، دو مادر رفتن پیش حضرت عمر. گفتن ای عمر، خزانه مدینه بیت المال مال داره، طلا داره، همه چیز در بیت المال وجود داره، شما به مردم مدینه یارانه می دهید، اگر این سه چیز را برای خودتون هم در نظر بگیرید خوب می شود. حضرت عمر سر را پایین کردن، بس سر را بلند کردن، گفتن به من بگید چه کسی به شما را فرستاده که بیاید این حرفا را بگید.
حضرت عایشه ام المؤمنین فرمودند که اول بله یا نه را بگید، بعد ما میگیم که کیها ما را فرستاده. عایشه ام المؤمنین مادر مؤمنین است. حضرت عمر چیزی نگفتند، اما روی به دختر خودشون که ایشان هم ام المؤمنین در خانه رسول الله بودند گفتن حفصه شما در خانه رسول الله بودید، دختر من هستید، چند سوال از شما دارم. شما دخترم از تو میپرسم، تو صاحب خانه رسول الله بودی، آیا رسول الله دو وعده غذا سیر خورده اند؟ گفت نه. گفت از تو میپرسم، پیغمبر گاهی وقتی در ماه بهش غذا نمی رسیده همین طور بوده یا نه؟ اگر صبح می خوردن ظهر نداشتن، ظهر می خوردن شب، و گاهی ماها شاید در گوشت در خانه نمی دیده. بگو به من دخترم این حقیقت داره؟ گفت بله، من در خانه رسول الله بودم، با رسول الله زندگی کردم، از 3 وعده یا از 2 وعده فقط 1 وعده رسول الله غذا داشته. پس شما آمدید به من میگید که غذای خوب. دخترم از تو میپرسم، رسول الله 1 دست لباس داشتن، با همین 1 دست لباس رسول الله صلی الله علیه و سلم برای نماز می آمدن و گاهی وقتی بلال می آمد دخترم رسول الله در خانه تو بودن صدا می زدند یا رسول الله الصلاة، نماز، وقت نماز است بیا. اما پیغمبر دیر می کردن، 10 دقیقه 20 دقیقه بعد می آمدن. بلال می پرسید چرا دیر می کنید؟ گفت لباس را شستم تا آماده شده، همین 1 دست لباس بوده، فرصت نشد، دیر شد. دخترم و ام المؤمنین عایشه به تو میگم، پدر تو ابوبکر 1 دست لباس داشت، چون صاحبش 1 دست لباس داشت، اون هم با 1 دست لباس می آمد برای نماز. همین طور بود یا نه؟ گفت بله، والله همین طور بوده. گفت امروز آمده اید عمر را میگویید که برای خود لباس بخرد، لباس درست کند، لباس بدوزد. نه، من 1 لباس برای من کافی هست، 1 دست لباس. و سومین چیز را که پرسیدن گفتن که غذای خوب، خانه رسول الله این هست، خانه مشهود است برای شما. در خانه چی بوده؟ وسایلایش چی بودن؟ ظروفش چی بوده؟ و به من بگید در این خانه رسول الله پتو نبود، وسایل نبود، روی زمین رسول الله خودش را می انداختند و استراحت می کنند. غیر نیست ام المؤمنین حفصه گفتن نه همینه که شما گفتید. گفت پس به من اینها را تجویز ندهید. چیز جالبی را گفتن، برید به اون کسانی که شما را فرستاده اند بگید پیغام من را به اونها برسانید که 3 تا مسافر بودن، 2 مسافر رفتن، یکی هم به دنبالشونه داره میره. 3 تا رفتن، یکی به دنبالشونه دارد میرود. پیغمبر رفتن، محبوب خدا بودند، رفتن، رفته با این منزل خداحافظی کردند. ابوبکر هم محبوب خدا بودند، محبوب رسول الله بودند، رفتند و خود با این دنیا و با این منزل خداحافظی کردند. سومی منم در حال رفتن هستم و دارم با این منزل خداحافظی میکنم. برو به آنهایی که شما را فرستادند پیغام عمر را بدهید، همراهان من بدون هیچ تکلفی از دنیا رفتن، من هم میخواهم با همون حالت از این دنیا بروم. وقتی که لباسش پوشیده میشد، لباسش پیوند داشتن، مگر در بیت المالی چیزی نبود؟ نه، در بیت المال همه چیز بود، پول و سرمایه در بیت المال بود. در ماه 1 بار گوشت میخوردن، مگر نمیتونستند از بیت المال برای خود حقوق تقاضا بکنن؟ میتونستند، اما این کار نکردن. وقتی برای ابو عبیده بن جراح حضرت عمر را برای اورشلیم دعوت کرد، بیت المقدس دعوت کرد، بیت المقدس
با یک غلام و یک شتری رفت، با یک غلام و یک شتری رفت به بیت المقدس. بیت المقدس فتح شد. یک غلامی همراهش بود و شتری. قصهش طولانیه، اما وقتی از آب عبور کردن عمر پیاده بود و اون سوار بود. در حالی از آب عبور کرد، لباسش گلی شدن. در حالی به ورودی شهر رسیدن که نوبت غلام بود که بر سواری بشیند و نوبت عمر بود که لگام ریسمان شتر را بگیرد. ابو عبیده رسیدن جلو. عمر، همه دنیای مسیحیت، علمای مسیح، دنیا چشم تو دوخته که نگاه می کند امیر المؤمنین، بادشاه مسلمانان، حاکم اسلامی مسلمانان داره میاد. به جای شتر اسب برمی داشتی، لباست را تغییر می دادی، لباس نو می پوشیدی و وارد می شدی. فرمودن نحن نفتخر بالاسلام، این عزتی را که به ما داده اسلام داده. من به افتخار اسلام اینجا آمدم. مردم وقتی حضرت عمر را دیدن سر و صدا کردند که عمر دارد وارد می شود. دنیای مسیحیت، علمای مسیحیت هم داشتن نظاره‌گر عمر بودن که عمر وارد شهر میشه. گفتن این عمر است که بالای شتره، که رنگ سیاهی داره و غلام سیاه فهمی، این عجیب شخصیه. ابو عبیده گفت نه، اون عمر من نیست، عمر من اونه که لگام شتر را گرفته و وارد مدینه می شود، وارد شهر میشه، وارد اورشلیم می شود، وارد بیت المقدس میشه. گفت نحن نفتخر بالاسلام، اسلام عزت میدهد. و امروز اگر اسلام در دنیا عزت پیدا کرده به برکت خون صحابه هست. نفس صحابه به جای خودش، خون صحابه است. اگر امروز من و شما جست اسلامی در دنیا میگیریم، از من و شما هیچ چی نیست. من و شما چی کردیم؟ بسم الله بگید. من شما مسلمان ها به فردهی اول ما کاری برای اسلام نکردیم. ما نگیم ما کردیم. جست اسلامی اگر دنیا میگیریم به خاطر شهادت صحابه بوده، به خاطر عمر بوده، به خاطر حضرت ابوبکر بوده، به خاطر شهادت خون علما بوده که ریخته شده و به خاطر شهادت بزرگان ما بودن که امروز دنیا در دنیا مسلمان ها و حاکمان اسلامی جست اسلامی میگیرند و میگن ما مسلمانی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شبانه داشتن، روز شب بیدار بودند، روز در مسجد النبی و شب در کوچه های مسجد در مدینه منوره دور زدن، دور می زدن. کسی مشکلی داره مشکلش را حل کنه. تاریخ نویسان میگن عمر شب خواب نداشت، در مدینه میگشت. 50 حاکم اسلامی در دنیا در زمان حضرت عمر شبها در شهرهای خودشون میگشتند و دور میزدند. چرا عمر بیداره؟ من ابو عبیده ابن جراح که در شام و بیت المقدس منم باید بیدار باشم، چون امیر المؤمنین حاکم وقت عمر بیداره، ما باید بیدار باشیم. امروز بادشاه خوابه که همه خوابن. اگر رئیس جمهور بیدار باشد استاندار بیداره، وگر چون او خوابه استاندار خوابه. در دنیا قص الهازا حاکمان اسلامی خوابن. بلاهای آمریکا و روسیه و اینها به میدان آمده، در ته بطن مسلمانان را به شهادت میرساند. این ضعف مایه، وگرنه نه با توپ و نه با تانک و با هیچ قدرتی وقتی ایمان در وجود من و شما باشه اون کاری نمیتوند بکند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در زمان حضرت عمر، امروز که شما عمر را شب بیداری عزت داد، اسلام را شب بیداری عزت داد، کاخهای ایران و روم ازش میلرزیدن. ترسی اگر امروز از مسلمان ها از کاخ واشنگتن و برلین و کرملین دارن به خاطر ضعف اونها هست، وگرنه مسلمان ها در دنیا قدرت خدا به اونها داده است. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گشت میزد، آمد یک جای دید تا آتشی روشن هست و پیرزنی دارد بچه های خودش را سرگرم می کند و در دیگ به ظاهر فکر می کنند شوربایی هست و هیچی در دیگ وجود نداره. حضرت عمر آمد کنار اونها، بیرون مدینه آمدن کنار اونها، گفتن
چی در داخل دیگ داری؟ گفتی چی؟ فرزندانم را فقط. ها گفت فرزندانت گریه میکنن، اینها غذای چیزی بده. این چی دیگ را؟ گفت در دیگ چیزی نیست، من اینها را سرگرم میکنم. ولی شکایت از حضرت عمر کردن، گفتن عمر خوابه. و حضرت عمر سریع به طرف بیت المال برگشتن، مسئول بیت المال را از خواب بلندش کردن، گفتن بلند شو. از بیت المال مسئولش را بلند کردن، بلند شد از خواب. گونی آرد را بر کوله خودشون گذاشتند و آمدن. سالم صدا زد عمر من برمیدارم، شما امیر المؤمنینید. گفت نه، روز قیامت گناهان عمر را تو برمیداری بر کوله پشت خودت. نه بگذار من خودم بردارم. برداشت و آمد، آرد کرد، چانه کرد، به بچه ها داد. مادر گفت نیازی نیست، کاش که تو جای عمر می بودی و کاش که تو جای امیر المؤمنین می بودی، کاش که تو جای اون می بودی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در دهان اونها گذاشت. گفت کافیه؟ گفت نه، همونجور که گریه های اونها را دیدم، خنده های اونها را ببینم. اگر داشت بر اقصا نقاط دنیا حکومت میکرد، از تک تک رعیت خودش خبر داشت که چه خبر هست. اگر داشت دنیا را حکومت میکرد، از تک تک رعیت خودش خبر داشت که از رعیت من چی میگذرد و چی هست و چه خبر هست. از همه اطلاع داشت حضرت عمر رضی الله عنه. به خانه های مجاهدین، وقتی مجاهدین را به طرف ایران فرستاد، به شام فرستاد، به خانه های مجاهدین آمد، در به خانه های مجاهدین را میزد و میگفت مجاهد را من فرستادم برای جهاد، من عمر امروز در به خانه های شما آمدم، اگر وسایلی را میخواهید از بازار بخرید من برای شما میخرم. میتوانست یکی را بفرستد ولی خودش آمد. شما ببینید اهتمام بکنه، در به خانه تک تک اونها برود مجاهدین و به ایشون بگه خرید خانه های شما را من انجام میدم. تو دیگه چه کسی هستی؟ مادر مثل تو فردی، حاکمی مثل تو در دنیا انشاءالله نخواهد دید چنین شخصیت. گفت من برای شما خریدای شما را میکنم. مشک آب را بر پشت خودش قرار داد و به خانه های بیوه ها و پیرزن ها سر میزد و با یک عالم معذرت خواهی به خانه های اونها میرفت و بر میگشت. ولی حضرت عمر آخرین لحظات سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه دست به درگاه خدا بلند کرد. گفت رعیت زیاد شده، حکومتم تا جاهای زیادی رفته، خدایا بدنم ضعیف شده، دیگه تحمل بیشتر از این رو ندارم. خدایا میخواهم برای ملاقات تو بیایم. این بود که ابواللؤلؤ مجوسی و خدایا شهادت ازت میخواهم. همین صحابه حیران بودند، شهادت در میدان جهاد در مدینه کجا؟ در یه وجبی قبر رسول الله در مسجد النبی به شهادت رسیدند. در اولین شهید محراب بودند. پسرشان را فرستادند عبدالله را. عبدالله برو پیش ام المؤمنین عایشه، مادر بگو که به اجازه عنایت بفرماید کنار رسول الله دفن بشوم، کنار ابوبکر دفن بشم. وقتی حضرت عبدالله وارد شد در به خانه عایشه را زدند. عایشه گریان کنان برای عمر گفتن مادر اجازه میخواهم، پدرم میخواهد کنار رسول الله دفن بشه. حضرت مادر فرمودند که خودم میخواستم اینجا دفن بشم، اما حضرت عمر را بر خودم ترجیح میدهم. آرزوی من بوده که اینجا دفن بشم، کنار شوهرم و کنار پدرم دفن بشم. حضرت عبدالله برگشتن پیش حضرت عمر. حضرت عمر را فرمودند که مرحبا بک، پدر خوشی باد، تو کنار رسول الله استراحت میکنی، تو کنار ابوبکر استراحت خواهی کرد. اینجا بود که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آخرین لحظات سر مبارک بر پای ران حضرت عبدالله فرزند گذاشته بود. گفت سرم را پایین بگذار. من در طول تاریخ خودم، زندگی خودم، سر را بر بالین نرم نگذاشتم، بر تخت خواب نخوابیدم. از وقتی که مسلمان شدم و در محضر رسول الله بودم، سرم را پایین بگذار. فرزندش
دلش نیامد، سرش را کمی ورتر قرار داد. گفت میگم سرم را به پایین بگذار. وای حکایه یا عمر، وای ویلا باشد برای تو ای عمر. سرش را کشان برد، بینیش را به طرف خاک برد، سرش را خودش کشید به خاک گذاشت. و این جمله تاریخی را تکرار کرد که درسیه برای من و شما. ویحک یا عمر، ویلک یا عمر ولی امک ان لم تغفر ربک. وای ویلا هست برای تو عمر و برای مادر تو عمر اگر خدا تو را نبخشد. کسی که پیغمبر گفت جایت در جنته، کسی که پیغمبر خانهش را گفت با زمرد و سنگهای قیمتی خانهت ساخته شده، کسی که گفت ها کذا من و ابوبکر و عمر اینطور بیرون میشیم، میگه وای ویلاس برای تو لم تغفر ربک اگر پروردگار تو را نبخشد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه برای همیشه از دنیا خداحافظی کردند، به شهادت رسیدند، جنازهش برداشته شد، دفن شد. حضرت عبدالله ابن عباس میگه چهره‌ام به روضه رسول الله و به قبر کنار رسول الله که حضرت عمر بود افتاد. چشمم به اونجا بود، دیدم تا یکی بازوهای من را، شانه‌های من را فشار میدهد. پشت سر نگاه کردم تا حضرت عمر، حضرت علی و حضرت حسن یا حسین هستند و اشک میریزند. گفت والله من میدانستم که اینجا مال تو هست. چرا پیغمبر خدا علیه السلام وقتی می آمدن این جمله را به کثرت از رسول الله شنیدم که می گفتن خرجت ابوبکر و عمر، خرجت انا و ابوبکر و عمر، دخلت انا و ابوبکر و عمر. بیرون شدیم من و ابوبکر و عمر، داخل شدیم من و ابوبکر و عمر. و روز قیامت هم همین صحنه دیده می شود که حضرت ابوبکر و حضرت عمر کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم. اول محرم است، شهادت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هست. شخصیتی بی همتا، بی بدیل، شخصیتی که در زندگی خود من سیرت اونها را بدون هیچ چی با دنیا خداحافظی کرد و رفت، هیچ چی نداشتن. حتی لباسش یک دست لباس بود، یه دست لباس داشتن. غذای مرفه در ماه یک بار گوشت خوردن، بیشتر نخوردن. لباسشون می توانستن زندگی کنن. لذا بزرگان ما، خواص ما این جمله را دارن، میگن هم به حاکمان وقت هم به من شما یه درسی از زندگی عمر باید بگیرید. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زندگی خشن را برای خودشون برگزیدن تا پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم رو سفید باشه. هر کسی در دنیا با زندگی و رفاه خوبی باشه، ولو اینکه اعمال خوب داشته باشه، شب و روز خدا را عبادت بکنه و لحظه از خدا غافل نباشه، این جمله را خوب گوش بکنید. بزرگان ما معتقدن گرفت قبر کنارش هست، هر چی عابد و ولی اگر عملی داشته نباشه وای ویلا هست به حالش. لذا زندگی مرفه خوبه، من نمیگم از نظر سنت بهترین زندگی رو داشته باشید، لباس خوب، ماشین خوب، خانه خوب، اما گرفت قبر را هم فکری برای اون هم بکنید. الله عز و جل به همه من و شما توفیق عمل عنایت بفرماید.